مادر جان ببخشید میتونیم جامونو با هم عوض کنیم؟ امکان نداره. این صندلی واسم شانس میاره. 24 بی 4 ماه پیش رزرو کردم. فهمیدم مادر جان، ممنون. مامان همه اینا تقصیر توه. با عرض سلام خدمت خانم ها، آقایون و کوچولوهای نازنین. مقدم شما را به پرواز شماره 375 از فرودگاه عدنان مندرس ازمیر به مقصد فرودگاه سویا گوکچن استانبول خوش آمد. چقدر قشنگ صحبت میکنه، مثل بازیگرای تئاتر حرف میزنه. آماده برای تیکا. لطفاً کمربندهاتون رو ببندید. باز هم در حال پرواز با هم صحبت میکنیم. دخترم اولین بار سوار هواپیما میشی؟ نه مادر جان، همیشه سوار میشم ولی هر دفعه هم خیلی میترسم. بیشترین خطر موقع بلند شدنه، اینطوری میگن. بدترین اتفاقم موقع بلند شدنه. مادر جون گفتن یه همچین چیزی اونم موقع بلند شدن چقدر براتون هیجان انگیز بود؟ وای دهن تو ببند آبجی. وای دختر، دارم بهترین روز زندگیمو تجربه میکنم. نه مطمئنم ازدواج کنم بهتر از اینم آبجی میشه. به نظر من زیاد خیال بافی نکن. سلام، خوش اومدی. ممنونم. خوش اومدین. سلام. سلام. معرفی میکنم، خواهر عزیزم رعنا. خوشبختم. همسر برادرم اینجی. سلام. گونش و دخترش. سلام، من سلینم، اینم پری. خوشحال شدم. بازم خوش اومدی. ببخشین امشب تو خونه ما یه مهمونی کوچولو داریم، یه خورده درگیر اونی. نه اصلا مهم نیست. تولدتونم تبریک میگم. خیلی ممنونم. علی کجاست؟ بالاست، الان میاد پایین. پس شما برین تو اتاقتون استراحت کنین، وقتی آماده شدین همگی دور هم جمع میشین. باشه. زاهده، بفرمایید رنا خانم. اتاق مهمونمون آماده شدن؟ بله رنا خانم. بسیار خوب. کاش که زحمت نمیکشیدین، یه دونه اتاقم برامون کافیه. تو این خونه به اندازه کافی اتاق هست. بفرمایید، خواهش میکنم. راستی گونش، فکر کن تو خونه خودتی. عزیزم جلوی مرگو نمیشه گرفت، پس سعی کن آروم باش. مادر جون اگه 2 تا چک بزنی همه چی تکمیل میشه ها. گوش کن، همسایه بغلیمون یه پسر داشت. اتفاق 94 رو که یادته که اون سال یه هواپیما سقوط کرد، بیچاره تو همون هواپیما مرد. ببخشید من میتونم برم بیرون، واقعا دیگه تحملشو ندارم. ببخشید معذرت میخوام، میشه لحظه بیاین؟ جانم. من میخوام جامو عوض کنم چون اصلا راضی نیستم. امکانش نیست چون همه صندلی‌ها پره. یعنی چی؟ پس هواپیما رو برگردونین، 195 لیرم بهم پس بدین. خانم لطفاً آروم باشین، همچین چیزی امکان پذیر نیست. شما بفرمایید. خانم کوچولو مشکلی پیش اومده؟ بله مشکل وجود داره، چون میخوام از هواپیما پیاده شم، برای اینکه خیلی میترسم و ضمناً با خانومی که همش از سانحه و مرگ و اینا حرف میزنه نمیخوام هم سفر بشم. پس از شما تو کابین خلبان پذیرایی میکنید. راست میگی؟ بله بفرمایید. ببخشید تا حالا کسی بهتون گفته خیلی شبیه سلجوقی یلتم هستین؟ وای چه کیفی داره روی اینا خوابیدن. البته ما قرار کامل بیایم اینجا. سلین جان میشه خودتو جمع و جور کنی؟ دیگه بس دیگه، فقط یه مسافرت 2 روزه اومدی. من میدونم بالاخره بهت پیشنهاد ازدواج میده. اصلا ببین من قبول میکنم یا نه، به این فکر کردی؟ یعنی چی؟ میخوای قبول نکنی؟ نمیدونم سلین جان، حتی وقت نکردم بهش فکر کنم. اینا همش زیر سر اون قول بدجنس منه.
همیشه باید بزنه تو ذوق آخه این چه آدم. ربطی به نازلی داره؟ مگه نمیبینی همه چی یهو اتفاق افتاد؟ فکر میکنه مثلا نباید میومدیم اینجا. نمیدونم. مامان جون، هر جوری که بیشتر احساس خوشبختی میکنی همون کارو بکن، ما پشتتی. عروسک مامان. اوف، خیلی خسته کننده ای به خدا. فقط برای 2 روز اومدیم سرین، ازت خواهش میکنم منو پیش این مردم بی آبرو نکن. خب یکم سنگین باش. وای باشه بابا، ما که از پشت کوه نیومدیم، دختره ازمیریم دیگه، میدونیم چی به چیه. آره اما از بیرون اونطوری نشون نمیده. خیلی خوب، لباساتون عوض کنین، چند دقیقه دیگه میریم پایین. منم یه زنگ به نازلی بزنم. من زنگ زدم جواب نمیده. حالا بذار منم یه امتحان بکنم. آی حتی تختاشونم خیلی راحته. لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام خود رو بگذارید. نازلی جان تو رو خودت جواب بده دیگه بابا، کشتی منو از نگرانی. ممنونم. اینا کیان هالوک؟ دوستم و دخترش. چند وقت همدیگه رو میشناسین؟ بهتر برم سر اصل مطلب. من میخوام با گونش ازدواج کنم. داداش هالوک واقعا میگی؟ آره. اینجی میشه ما رو یکم تنها بذاری لطفا؟ باشه. هالوک جدی میگی؟ خیلی وقته که اینقدر جدی نبودم. 6 ماه همدیگه رو میبینیم. اون زن رو پیدا کردم و اگه جواب مثبت بده باهاش ازدواج میکنم. هنوز بهش پیشنهاد ازدواج ندادی، جای شکرش باقیه. بهتر زیادی امیدوارش نکنی، بذار 1-2 روز اینجا باشن و تا این مسئله بیشتر از این ناراحتمون نکرده تموم بشه.